نامه برای اسماعیل. اگر سراسیا رفتی، درختهای توت قندی را برای من بتکن. اگر سراسیا رفتی، از شاخه های ترد زبان گنجشک دو شاخه‌ای برگیر برای تیر کمان لاستیکی. اگر سراسیا رفتی، تو شیشه‌ای پر کن از آب مزلقان خوری رنگ که مست می کند به جای ودکاها. دوباره مست می کنم یک روز بر تپه های درورک و ریواس با دست تو هم در دست. هنوز بر سر مناره 3 صندلی خالی است با 3 استکان و بطری ودکا. فقط صبر بایستمان باشد. درد زاییدن این دفعه طول می کشد بسیار. این دفعه درد زاییدن خاک را فشرده خواهد کرد. فقط صبر بایستمان باشد. هنوز هم 3 صندلی خالی است با 3 استکان و بطری ودکا، مگر که مرد نوشیدن به یاد و خاطر سفر کرده جرعه‌ای فشاند او بر خاک. اگر سراسیا رفتی، صدیقه را دیدی که زیر سقف ترک خورده آوازهای غربت را در شکار شاه میزند و در بهشت موله می کند یک بار. بگو که سیل خواستگارانش نشسته خواهد بود در انتظار بردمیدن خورشید بر لاله بهارستان.